میخوام یه نکته مهم بهت بگم. وقتی تو شروع میکنی به تغییر باورهات، فرکانس تغییر میکنه و در فرکانس جدید یه سری ها از آدم ها نمیتونن تو رو همراهی کنن. برای همین نوع آدم ها از زندگیش خارج میشن، ولی آدم هایی وارد زندگی میشن که در فرکانس جدید تو هستن. پس اگر روی باورات کار میکنی یه سری ها میرن و یه سری ها میان. بگو خدایا شکر. کانالمو سابسکرایب کن، مشترک رو بزن و حتما برام کامنت کن که فرکانس تغییر میکنه یا نه.